یک بچه ایراسیه آتش در پر روی میکرده است. بعد یه آتش همون صرفه نمیکردن، صرفه کنه از خود کدر میگرفته خلاصه همون هرچند این نصیحت میکرده درست میفهمیده پدر قرش میکرده میگفته این پلات همش میتونه انا این مقصد یکون البته برای زندگی یکون پسنداز کردن یا یکون چی کردن یعنی که پولای فرستادگی را در اینجا بیهوده صرف میکردی چیکار کنم؟ این دعوا داره خطی پدرش نه میگه که مقصد اون ما را در کودکیمون کلون کرد او حق دارد میگه نه که بیهوده بد صرف میکنه این پولا چیکار کنیم؟ بابا خطوز جمعش کنیم یا یکون آدم امانتدار باشه دستی او بفرسته و پدرش همون مقداری که در زندگیش لازمه همون کارایی کنه یک آدم حقیقتا خیلی بودکاره بود دسته چه دخلت نیست خرج آهسته تر کن که میخوانند ملاحان سروده اگر باران با کوهستان نبارد به سال دجله گردد خشکروده شیخ سعدی میگه وقتی که در اومد نیست خراجات کمتر که همین مریکو همین بیت شو همین ای که اگر به شرط در کوهستان باران نبارد همین دریای دجله به همین پهناوریش در یک سال خشک میشه ایا جونا چکه خراجات اندک آدم باید به اندیشه کنه خداوند میگه لا تصریف و اسراف کاری نکنه خیلی مودون که همون قپیده یک خیلی آدم حقیقتا همتنی بود دست یعنی دو صندوق رو باید هم یک آشی پلوی یک به یک بخوره ایتانه که خیلی میشه و یک مش پیرو وقتی هم میشه و به یک سوی دیگه اگر به شرطی که مودون پدرش همون نگه داشته نمیتونه پدرش در نفرسته خودش نگه بداره اگر امکانی در نزد خودش نگه داشته نداشته باشه آقا یکون اکه های دودرای امک های تقویی های یک آدم معتمد های همین زمانهای پیش بند نبود سیف نبود مردم پولشون در دست یه شخصی معتمد میموندن در دست امانتدار خود رسول الله صلی الله علیه و سلم مصری امین بود امانتدار بود حتی وقتی که به مدینه منوره هجرت کرد حضرت علی را خواست قطعشو بروه گفت یا علی تو صبر که گفت ما که رفتیم امانت‌های مردم در دستشون برسون ببیو 3 روز حضرت علی امانت تقسیم کرده است امانت‌ها را برد داد به صاحباش هم مربوط کرد بعد قفا اومد رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان را در قبا دریافت ببینید همین بزرگا را ببینید اگر همش هم خیلی امانتدار بودن مردم هر سفر میکردن هر کار میکردن مثال سیف نیست با جو کنی وقت تو بانکو ندادن انا میوردن در دست همین آدمو میدونن که همین تو اومدن ما همین خیانت نکن مقصد نگه بدم همین مادر امام شافعی خدا رحمتش کنه این زن زن صالحه ای هاشمی ای بسیار امانتدار بوده است همین مردم همه امانت ها را میوردنش نگه میداشته است یک روز دو مرد یا صندوق هم میارن میتنشون میگن که تو هر دمونه یوی نتی هیچ کرد مقصد هر دمونه که اومدیم ببتیم ای بای چند وقت میگذره یکون ماه پس یک تشمیان میگه همون صندوقی چی منابطه امانت این بیچاره زنک میتشه روز دیگه او دیگریش میآید صندوق بیار که میگه من صندوق در رفیق دادم ای ما نگفتیم که تو هر دمونه یویم نمیتی دیگه کشترش میگیره دعوا را میبرداره مقصد که تو میکنی یکم صندوق میتی همین قپول میستاد میتیم همین بیچاره زنک به درجه دیگه زیق شیده است در عمری سرش خیلی تهمت ها را نشنیده ای که پیش قاضی میکشه تا حق نداشته این کارا کنی همین وقت میگه امام شافعی ادریس بچه مکتب خون به دست میدهد و حضرت او وقت همین ده شغل داشت یکیش قرآن حافظی کلی قرآن شده بوده یکیش تیرزنی ای 10 تیر 10 طرف میگه در نشان میرسوند حتی هم در فکر بدم که علم اختیار کنم یا تیرزنی را میگه خونه میاد یکی مادرش هم میبینه بسیار ناراحت میگه چی همشی مادر میگه نمیخیلی کارش بچه ای تو چیزی میشه ای ولی من بیام جواب شخص میتم همین اون ساعت پس او دعواگر با میاد که چو کردی پولا جمع کردی فلان کردی و میگه ای مرد صندوق دمی جای دو چوب نکش بیارش نه برا رفیق تا بیار ببیتم خودش رو گفتم تو هر دت نمی نمیتم یارو می خدای تو لا خودی ابی عقل زکوات دو میگه خنک شید خس برماد برا فیجی یعنی این امانتداری کاری خوبه ولی میدونم بسیاری بچه‌ها هستن که در آسیا فروش در دست یک کس امانت هست
اما آدمایی که با امانت نگه میدارن بعضا تلفن میکنن دوملو همین کورس پاست بلند جدیسته خیلی که امانت میگم جورا بودم که همین خیلی زنگ بزنم صاحب شه و که اینم خیلی جدیسته چیکارش کنم پول روسیه میسون پول روسیه وقت خیلی قربش پاس نشی همین سری وقت مثلا همون مال مؤمن خون مؤمنه بیچاره مهنت میکنه عذاب میکشه یا تلفنش که بگو که همین سوم دا کیلو بخرم یا که مثلا دلار بخرم این دلار مستقیل نیای پیشنهادش که قبول کرد به کمی کاره ایشالا اجر پاداش هم میگیری نه که اگر نکرد توکلش بخرم یگانه چیزی که همون خیلی برگردونده میشه امانت اگر هم به قرب به مقدار هم شوه هم پولی ارسیش هم گردونده بوده همون ارسیش هم میتشده مقصد همه چیز با کورسی صبح میشه امانت کورس نداره چیزی هسته همون بیتی پس وقتی که پدرش امانت دور رسته یعنی مقصد پول جمع کردن نمیتونه یکون شخصی دیگه دارد خداوند حفظ سال نماز هر چه پرسیم برای آدمایی که در اسیا رو میگردن وقتی نماز میشوه هم امکان نیست در بیرون نماز کنه در دورین ماشین نماز خوندن جایز میشه یا که یادداشت میکنن بهتر شهرهای کلون در کورستان مسکو یا که در دورین ماشین نماز خوندن جایز میشه یا که یادداشت میکنن بهتر شهرهای کلون در کورستان مسکو یا که ماشاءالله در حال حرکت نه که استانوف قدم بشتن کو خود شوفیر مثلا تاکسی کار میکنه نیست یا اونجا که بگوید در بیرون پیون در واس بیستی تماما نیست در هم خیلی شوید نماز کنم انا یا پروکا یا ماشین یا لحظه قرار داده نمیشه نه مثال خود شوفیره اگر خودش توقع باشه یا بیرون لای چالچقه یا که پروکا این چه سخن میشه مثلا انا نماز فرضی را چی فاسد میکنه حرکت اگر ماشین سوداگی باشه ضروری هم باشه با ایمو اشاره نماز بخونه نماز درست میشه مثلا هم شیشتنکی هم میشه بعد اونا با ایمو اشاره طرف اگر به شرط رفت رسید ولی وقتی نماز قضا نشده باشه همون ایسر نو ایودا میکنه نه که علاقه وقتش گذشته باشه به همین خلاص دایره نمیکنی برای کی دایره کی نکردی خلاص نماز علاقه خود نمیکنی از طرف قبله کادر باشه میشه ماما طرف قدرت قبله ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله در حالت اضطراری همین طرف قدرت قبله خدا راست مشرق مغرب کجای رود باشه خوندن برای همون یادداشت بسیار بسیار باید تاکید کردن بعضی بچه‌ها یادداشت فهمیدن بعضی ها متاسفانه گفتن که انا در همه صورت یادم میکنی خیلی نیست اینا در فتاوی هندیه در رد المحتور مثلا اومدگیه او پیش ماشین نبوده کسی سواره میگه نماز خوندی مثلا در بلوی سطور اگر به شرطی که وقتی فرو مداری ای نماز یکون مقدار وقت مونده باشه وقتی نماز نگذشته باشه همون نماز اکثر یادم میکنه نه که علاقه اگر وقتی نماز گذشته باشه اینا مثلا شام خفتن شی همون خوندگیش خلاص دیگه یادم فقط وقتای نماز شام در تابستان ای نماز شام تا خفتن یک نیم ساعت وقتی نماز کنم میتونش مثال در رو کده ایخه یا در رو کردن تماما نیست یا که بانه یا پروکای اما گجوی پروکای میشته استانوفکا یا اونجا ها در نمو 2 دقیقه دا میخونش ادونی ماشیش تنکی یعنی میشه همین چیز میگه با شرطی همین حقیقت داشته باشه یا بالای دوریم که همین یکم بونال میکنیم دا یا کس میگه که دومولا بود در باشی کران کار میکنم همونجا نماز من با ایمو اشاره میخونم با تیمم او هست اگر میبری خیلی هم تا زور بکنی هم ده نماز هم میخونده پیشینه اگر بسیار بیسی اصلا نمیفروی اون باشی کران اون بلندی اگر میزه که بگیره گفتم همجا روست میپرونی نگو میفرو باید نوشونی چرا که برای هم میزه میفروی و این نمازه که فرضی خدای در همگی ده نماز تو در جای کارت میخونی یکون جا کم شو اگر بفروی نماز اخشلو بخونی برای شکمی پده اگر گهت بگیرد همجا میرینی میفروی کو همین نماز قدر مزالت یمونا نداره ولی بعضی تاکسیست کلینت این همه شکم درد بگیره اگر یکی گفته نمیشه انسان در دوری هم تاکسی میرینی اگر کلینت هم باشه میگه قرار بست که شکمم درد داره اوه تو دونه خدا نماز های بگو شکمم درد داره برای نماز تا بخون اگر ذوق میل رغبت داشته باشی و اگه جو میدونه تو چیکار کردی اصلا همین کارو در مسکو میشه چون که
пробка мешавад. Қатъан дар пробка ҳам мешавад. пробкада дигар мошинам монда рам намешава. Ягон ишкол надорад, дарам дуруи мошинам уста мехоҳад. Мешавад. Азадион агар дар самолют хонди ба давшар расти воли масалан намоз қазо наштаст ура майса мехонӣ? Ба имому ишораи бале. Дар самолют ҳам боша. аз бас ки дар самолют ба имому ишора мехонӣ, ки расидӣ, вақте ки имкони о вақте ба имому ишора хондӣ чанд фарз тарк мешавад. Ба зарурат чанд фарз тарк мешавад. қиёма тарк кардӣ, рукӯъ накардӣ, саҷда накардӣ. Ё ҳамаш фарзанд ку. Барои вақте ки ҳамон вақт нагзашта боша, ҳоли имконаш боша, иодаш мекунӣ. Аси намоз хонида дар онҷо сиёза бо. Бале. Бале. На дар ин ҳолат мисол дар кресла мешинӣ мошина сарази бо ҷойи намоз кунам бола креслада хона ё масалан кам креслаи мошинаи хо самолютай вақти намози ҳаст нест ин шар нест. Акы мошини хаку гарантия наметон у самолюта хона сохта ба дараҷаи тоза метавонад бешувам ки стандарти байналмилал да бояд ҷавобгӯ боша. Зарраи гар дошта боша қавлшуна мекунанд. Бисёр ҷиддият. Ҳар як полёте мекунад ура тозаш мекунад. Масалан мошинае ки зада пул дар он мехоҳам бояд дафъаи бо ҷойи намоз партия ки ҳам қадам. Не ҳамта хондан. Аслан саволи мо барои шофере ки худаш таксӣ кор мекунад, клем надорам, боруни сахта ё ки масалан барои ҷойи намоз хундан ки дар бои кресла мешинам ҳам метавонам. Шар нест. Ба имому ишора. آخر دعوانا الحمد لله ماشاءالله. فقط نوشیده‌ای. اوقات دارم دارم اوقات داری؟ اوقات دارم بکش بکش دلم میل سخنهایت کجایی مگر مادر سراغ من نآیی نه شب خوابم نه روز از هجری رویت تو که آهنگ لای سرایی دلم میل سخن هایت کجایی مگر مادر سراغ من نآیی نه شب خوابم نه روز از هجری رویت تو که آهنگ لای سرایی نمی آیی دیگر هرگز نآیی فقط در خواب نازی من درآیی نمی آیی دیگر هرگز نآیی فقط در خواب نازی من درآیی روان هر جا سراغی مهربانی برای توشهی رویت گدایی اگرچه بودنت وقتی کوتاه بود مگر تو معجزه ها را بقایی هر آنچه که بود در گلوار عمرم تو تنها بهترین و بهایی دلم میل سخن آید کجایی مگر مادر سراغ من نآیی رضای حق رضای مادران است رضای او بجو کعبه همان است با ایشان گو سخن قولا کریما به خدمت باش چون عبدا ندیما بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم پروردگار ثواب آیات تلاوت‌شده کلام بزرگت ثواب این نعتهایی را که ایشان قریب باشد 1000 سوز و گداز الفاظ ثواب امر به معروف و نهی از منکر و پرسش و پاسخ‌ها را
ثواب این نان و طعام ها را که ایشان سعدالله در روز توی عروسی خود آماده کرده است ولیمه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اولا به درگاه بنیازت قبول کن، بعدا برسون به ارواح جمیع پیغمبران، خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. پروردگار روحیان حضرت را از امتی که نکاح که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است او را پاس می‌دارد و زنده می‌کند، از امتی که سعی می‌کند که تمام محفل و نشستاش طبق دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزار گردد، شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردد و فردا روز قیامت ایشان سعدالله و اهل خاندان و مهمانانش و جميع امتانی با آر و با ناموس محب رسول الله صلی الله علیه و سلم و نصیب سازد. بعدا برسون به ارواح جميع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جميع روح ارواحی که از صاحب خانه و مهمانانش امید دعا دارند، به ارواح پدرانمون، به ارواح مادرانمون، به ارواح بابا و بیبی هامون، به ارواح برادرها و گذشته هامون، اونایی که امروز در عالم برزخ هستند امید میکشند که مسلمان ها به نیکیات شکرن در حقش یک کف دعا را برای خدای رحمت مغفرت جان پروردگار را در بحبوحه جنت مستقرشان گردان. او شیر مردا و او زنای پاک دامنه که بعد سر خود فرزند نبیهای مؤمن مسلمان باقی گذاشتند و خداوند یک شمع از غیرت همت ایشان با ما را عطا کن تا سعی کنیم که فرزندایی که باقی میگذاریم از خوردی معنوس باشند با قرآن، با خدا و پیغمبر آشنا باشند، محبتی واقعی به اسلام داشته باشند. پروردگار را توی مبارک گردان. خداوند ایشان قاری سعدالله را از جمیع بلا و گزندان خداوند بینش و بین زوجش الفت و مودت و محبت همدیگر فهمی اسلامی را برقرار ساز. خدایا از نامانش و فرزندای خوب صالح و عالم قاری و محب به دنیا بیاورد. پروردگار و مبای حکمت الله را که در مسافرت است در توی فرزند شرکت نداره مبارکش بگردان براش ای توی نکاح فرزند در حفظ امان دیگهش بدار، رزق روزیش فراخ و وسیع گردان، با سالم غالم سربلند تنصحت با وطن برگشتن براش نصیب روزی گردان. پروردگار رو به خاطر این ساعت که انشالله ساعت اجابت دعاهاست، زیرا سنت پیامبر در این ده زنده شده است، زیرا الحمدلله مردم گپ دنیا نمیگویند، همه سخن از خدا و از پیغمبر است، از محبت شریعت غرای محمدی. در جایی که مردم ذکر خدا میکنند صلوات بر محمد صلی الله علیه و سلم میفرستند، خدای تعالی اونها را با پرده رحمت میپوشاند، انشالله دعاهاشون اجابت میشه. عاجزانه دعا میکنیم پروردگار و ارواح گذشته ها خاصتا گذشته های این مکان رحمت مغفرت. پروردگار و به بیماران و شفای کامل عاجل حمایت فرما. خداوند و برادرای رهدوری ما را در پناه امن عصمت محفوظ دار سالم و تنصحت با وطن برگردان. پروردگار و به محبوس و آزادی کامل عاجل نصیب روزی. خداوند و به زنان را صاحب زن صالحه، به فرزندان را صاحب فرزند نبیرهای صالحه گردان. پروردگار را رزق و روزی و مسلمانان را فراخ و وسیع گردان. برکات در این خاندان و در این محله و در این دیار، در دیار مسلمانان پیوسته نازل فرما. عاقبت کارامون به خیر انجام ده. پروردگار جوانامون از جمعی شر شورهای زمان که متاسفانه امروز شیاطین جینی و انسی خیلی از زیاد شدن در پناه امن عصمت محفوظ دار که همه عفت خودشون، جوان مردی خودشون، جوانی خودشون حفظ کنند از برای عروساشون، تا اینکه خدای تعالی از پشت و فرزندای خوب صالح به دنیا بیاورد. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. سلامت باشید. نشون خانه خدا نگهدار.